سلام. به این لحظات و خلوت مقدس خوش اومدید. این 15 دقیقه زمان رها کردن تقلاهای دنیا و بازگشت به خونه، یعنی آرامش درون توه. در وضعیتی راحت بشین یا دراز بکش. ستون فقراتت صاف، اما بدنت کاملا رها باشه. چشمهات رو به آرومی ببند. یک دم عمیق از راه بینی بگیر. اجازه بده هوای تازه تا انتهای ریه‌هات نفس بکشه. و حالا با یک دم دوباره و بازدم طولانی و نرم تمام سنگینی ها، مسئولیت ها و نگرانی های امروز رو بیرون بریز. دوباره یک دم عمیق و پر از نور و بازدم. با بازدم رها کردن تمام کنترل ها. توجهت رو به بدنت بیار. عضلات پیشونی و شقیقه هات رو صاف کن. فک و زبانت رو کاملا رها بذار. اجازه بده دندون هات از هم فاصله بگیرن. شونه هات رو چند سانتی متر پایین تر بنداز. دست ها، شکم و پاهات رو مثل قطره های آب روی زمین رها کن. به خودت یادآوری کن در این لحظه نیازی به اثبات هیچ چیزی نداری. نیازی به حل کردن هیچ مشکلی نداری. تو در امنیت کامل هستی و در این سکون بستر تمام خلق‌های بزرگ زندگیت فراهم میشه. حالا دست راستت رو روی مرکز سینه‌ت، روی قلبت بذار. تپش‌های آروم و با وفای قلبت رو حس کن. تصور کن در فضای قلبت نوری طلایی و گرم می‌درخشه. با قلبی گشوده و تسلیم با من در دلت نیایش کن. ای منبع بیکران نور و آگاهی، ای آفریننده مهربان و خردمند جهان، من در برابر عظمت و جریان بی پایان تو سر تعظیم فرود میارم. سپاسگزارم برای این موهبت بزرگ، موهبت بودن، نفس کشیدن و دوباره آغاز کردن. سپاسگزارم برای حضورت که در سکوت همواره پناهگاه من بود و هست. ای پروردگارم، من خستگی ها، ترس ها و اصرارهای کورکورانم رو به دستان مدبر تو میسپارم. من از
تقلا کردم برای راه حل‌ها دست میکشم و به خرد برتر تو تکیه میکنم. قلب و ذهن منو از قضاوت‌ها و باورهای کمبود پاک کن. چشم درونم رو باز کن تا خیر و برکتی که همکنون به سوی من روانه رو ببینم. منو کانال امنی برای جاری شدن عشق، فراوانی، سلامتی و آگاهی قرار بده. هدایتم کن تا در هر لحظه در مدار صلح و پذیرش باشم و به من شجاعتی آرام ببخش تا اونچه لایق روح منه با من، با ایمان و با وقار خلقش بکنم. حالا که در اوج آرامش و اتصال هستی، وارد مدار خلق میشیم. این عبارات رو در ذهنت با احساس یقین کامل و به عنوان واقعیت حاضر تکرار کن. آرامش قدرت واقعی منه و من در مرکز این آرامش زندگی میکنم. من نیاز به جنگیدن با جریان زندگی ندارم. من با هستی در هماهنگی مطلق هستم. ذهن من شفاف، گشوده و آماده دریافت درخشانترین ایده هاست. تمام اون چی که برای موفقیت و فراوانی نیاز دارم گام به گام برای من آشکار میشه. من خودم رو لایق زیباترین روابط، بیشترین برکت‌ها و عمیق‌ترین شادی‌ها میدونم. فرصت‌های ناب، انسان‌های درست و شرایط عالی به سمت مدار آروم من جذب میشن. من با هر نفس فرکانس فراوانی و امنیت رو در تمام سلول هام فعال میکنم. من در حال خلق حیاتی پربار، معنادار و سرشار از آسودگی خاطر هستم. من دست از کنترل بر می دارم و به نتایج خیر ایمان دارم. من در آرامش نامحدود خلق می کنم. یک لحظه خودت رو در آینده نزدیک ببین، در روزی که اون چی براش نیت کرده بودی با سهولت و زیبایی در زندگیت جاری شده. چهرت رو ببین که چقدر آروم و باوقاره. نفس‌هات چقدر عمیقه. ببین که دیگه نگران نیستی، چون دیدی که همه چیز چطور به موقع و به زیباترین شکل درست شد. اون حس رهایی، اون لبخند عمیق قلبی،
اون حس قدردانی بیکران، اون رو همین حالا در همین ثانیه در قفسه سینه‌ات احساس کن. تو اون رو در سطح ارتعاش و ذهن خلق کردی. جهان فرم مادی اونو برای تو ظاهر میکنه. یک دم عمیق و پر از آرامش بگیر. این لحظه حس حضور و یقین رو در قلبت قفل کن. زیر لب بگو سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. شد، تموم شد، پذیرفته شد. به آرومی توجهت رو به صدای نفسات برگردون. سنگینی دلنشین بدنت رو تکیه‌گاه احساسش کن. تکیه‌گاهی که بدنت اون سنگینی دلنشین رو داره. انگشتان دست‌ها و پاهات رو کمی تکون بده. شونه هات رو خیلی آروم حرکت بده. یه لبخند ملایم و صمیمی روی لبات بنشون. و هر زمان که کاملا آماده بودی با چشمای روشن و روحی آروم چشمانت رو باز کن. روزت سرشار از صلح، برکت و خلقهای با شکوه.